قلمفوری مورش را دراز نمی کنی زنک جان؟ خودت بگیر مردک جان. زینب جان نان را دراز نمی کنی؟ از زنت بخواه زبید جان. عالم جان این قنانم نمیدی؟ اپا جان نان رو دراز نمی کنی؟ مردک جان این نان رو با بوجه دراز نمی کنی؟ البته که زنک جان. مرحمت. تشکر زیاد مردک جان. یزنه جان سلامت باشید. مرحمت. تشکر زیاد زنک جان. خواهش میکنم یزنه جان. مردک جان با این کمتروب نمیریزی مردک جان؟ البته زنک جان. من هم آب میخواهم. البته زنک جان. باقی یک تشو بگذاریم. و بخشش بوجه. چرا ایستاده مردک جان؟ زود بریز. مرحمت زنک جان. تشکر. چند سال شد که آیله داره جناب مجید جان؟ 3. 5. وای یعنی 5 سال است که میشناسیم ولی 3 سال است که خانه‌دار هستیم جنابی رفیع. فکری کودک کردن رو دارید؟ بله. نه وای در اصل حاضر در فکرش نیستیم ولی سال آینده در نقشه داریم. بله همین خیلی است. نه از خیلی شناس شده در دانشگاه. وای ما در یک مکتب میخوندیم ولی شناس نبودیم. در دانشگاه شناس شدیم. هم خیلی زنک جان. چقدر جفتی با هم موافق هم خیلی مردک جان. بله زنک جان بله. اینجا همسرتون رو بوسه کنید. انگشتین رو با شما میفروشید. چی؟ بله زنتون رو بوسه کنید جناب مراد مجید. ای جنگلمون شما عیبا نمیدونید اینجا عیبا یاخی. یعنی جوش نیست. اینها اپام و یزنم هستن. یعنی در پیش ما عیب است. پس ما انگشترین رو نمیفروشیم. بدبخت سرما ویران کرد. بازمو 4 طوری موشتاشو میکنم. شد تمام. اگر خواهید میبوسم. بوسه کردم. راضی شدید؟ این چی بود؟ این بوسه است مگر؟ لطفا زنتان رو خوب بوسه کنید جناب مجید. خانم این مگر عیب نیست آخر؟ شما هم شوهرتان رو بوسه کنید. چی؟ این خیل باشد کاردار نشوید. منتظرم جناب مراد مجید. بوسه کنید. شد تمام. میبوسم. زنک جان لطفا از جایت خیز. مراد لبا تنه رسو که میپره رو. من در عملیاتتون توف کردم. پلیس خیلی گوشه جنگلمون خوب بیرون برای قماچکت کنم. اش بده راه. چی کار میکنی باجه؟ خب کن زیناکاری بدبخت. ولی من با تو نشان میدیم. در دقیقی جنگلمون راهایم کنه زنگ زنم. چی کار کردی تو همکار؟ انگشترین رو نگرفتیم. اینها مگر جای انگشترین رو میگویند؟ چی کار میکردم ها؟ زینب هم مچم میکردیم من تنها نگاه میکردم. همکار تو چی خیلی آدمی بدرش بوده یا خیر؟ بختیار لو حیقه بچه حیق دولانه برای در شو بچه دست و پاش بندین حوزی میون سرش میتروش مخمخه.